شما از ماجرای غزاله و کامران آوینی یا همون مرتضی آوینی معروف خبر دارین؟ چشمتو ببند و با من بیا به روز جمعه 21 اردیبهشت 1375، جایی که یه عده از اهالی روستای جواهرده کنار درختی که از اون زنی حلق‌آویز شده بود تجمع کرده بودن. مردم بومی اونجا جسم بیجون غزاله علیزاده‌ای که حتی تا دقایقی قبل از حلق‌آویز کردن خودش نگران نوشته‌ها و دسترنجاش بوده رو پیدا میکنه. اون تو آخرین نامه‌ای که قبل از تموم کردن کارش تو این دنیا نوشته بود از دوستانش هوشنگ گلشیری، دکتر براهنی و منصور کوشان درخواست میکنه که نوشته‌هاشو به ثمر بنشونن و اونها رو چاپ کنن. قصه فاطمه یا غزاله علیزاده قصه زنیه که روزگاری در دانشگاه تهران عاشقی رو تجربه میکنه. اون عاشق مردی میشه که یک باره اونقدر عوض میشه و تغییر تفکر و عقیده میده که از کامران به مرتضی آوینی تبدیل میشه. تغییری که اونو تبدیل به سید شهیدان القلم میکنه. کامران آوینی قبل از انقلاب به غزاله علیزاده روشنفکر و فلسفه خون و گیاهخوار نزدیک بود. ریش پروفسوری و سیبیل نیچه‌ای میذاشت. کراوات میزد، فلسفه میخوند، اهل شعر و نقاشی و موسیقی و هنر بود و به قول دوستاش خوش‌تیپ بود. یه نگاه نافذی داشت که برق نگاهش هر کسی رو جذب خودش میکرد. اما اون بعد از تحول اهل جبهه و جنگ شد و بعد از انقلاب شکاف عقیدتی پیش اومده مانع رابطه اون شد. مرتضی آوینی بعد از انقلاب هنرش رو صرف ساخت مستندی به نام روایت فتح کرد که مهمترین روایت تصویری از جنگ 8 ساله ایران و عراق و از تلویزیون ایران پخش شده. روایتی ستایشگر و احساسی از رزمنده‌های ایران در دوران جنگ. و غزاله علیزاده نویسنده رمان دوجلدی خانه ادریسی‌ها تا قبل از ابتلا به سرطان برای زندگی کردن تلاش می‌کرد. اون 2 بار ازدواج کرد و صاحب یه فرزند شد و 2 دختر رو هم از بازمانده‌های زلزله بومی زهرا به فرزندخواندگی گرفت. اما بعد از درگیریش با سرطان 2 بار اقدام به خودکشی کرد و امید و توانش رو برای زندگی از دست داد. اون هم عصر و هم نسل بزرگان ادبیات ما بود. بانو سیمین دانشور یکی از این افراد بودن که در همون دست‌نوشته‌های آخر غزاله اینطور ازشون خداحافظی میکنه. از بانو سیمین دانشور عزیز خداحافظی میکنم. چقدر به همه و به من محبت کرده است. چقدر به او احترام میگذارم. بانوی رمان، بانوی عطوفت و یک هنرمند راست و درست با شفقت بسیار. دوستان عزیزم، خداحافظ. در سال 1387 مستندی درباره زندگی غزاله به نام محاکات غزاله علیزاده به کارگردانی خانم پگاه آهنگرانی ساخته میشه که فیلم اجازه حضور در جشنواره سینما حقیقت رو پیدا نمیکنه. این جمله غزاله علیزاده ناامید امید رو به خیلی‌ها برگردونده. در گریختن رستگاری نیست. بمان و چیزی از خودت بساز که نشکن.